قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جای خوشی است الحمدلله رب العالمین که ما امروز در محفل یکی از برادرای مؤمن ما قرار داریم که این برادر مؤمن با وجود از این که عمر زیاد خود در خارج از افغانستان در یک کشور اروپایی سپری کرده و خودش فارغ پانزه زراعت هست، از پانتون کابل انجینیر زراعت است و همین قسم در پست‌های دیپلماسی هم کار کرده، ولی با تمام امکاناتی که از دنیا برازی موجود بوده باز هم خواسته که زندگی خود مطابق قانون الهی سپری بکنه و ای که کدام مسلمان واقعا مسلمان حقیقی هست و کدام مسلمان میتونه که حقیقتا به الله ثابت بکنه که او در زندگی خود احکام الله را تطبیق میکنه، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق میکنه. در غم هر کسی به قرآن رو میره، در درد و مشکلات هر کسی قرآن میخوانه، در وقت جان کندن هر کسی مجبور است که قرآن بخوانه تا ای که امو روح ازی آرام شود. ولی سعادت و خوشبختی نصیب از او انسان است که او در وقت خوشی خود، در وقتی که راحت است، امکانات است، خوشی هست، پول است، غذای خوب است، در این وقت خالق خدا فراموش نکنن، در این وقت پیغمبر خدا فراموش نکنن. اگر ما و شما یک آیت قرآن سرش بحث بکنیم در این محفل که این آیت قرآن زیاده تر با این مجلس ارتباط میگیره، این است که در آغاز سپاره 18 الله سبحانه و تعالی میگه که بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون، یقینا کامیاب و پیروز شدن مؤمنان. وقت انسان این آیت مبارک میخوانه برش اتو سوال پیدا میشه که هر کسی در زندگی علاقمند کامیابی هست. یک شاگردی که در مکتب صنف اول هم میره، در ختم درسهایش وقتی که برش پارچه داده میشه و اول نمره و کامیاب میشه احساس خوشی و سعادت میکنه، یعنی تفلک صنف اول. الله جل جلاله بر ما میفهمانه که هر انسان علاقمند کامیابی هست، هر کس میخواه که پارچه کامیابی داشته باشه. لکن بعضی کسایی هستن که در تجارت کامیاب هستن، بعضی کسا هستن در مکتب کامیاب هستن، بعضی کسا هستن در پوانتون اول نمره و کامیاب هستن، بعضی کسا در قومداری و دسترخوانداری اول نمره و کامیاب هستن، بعضی کسا در خوشاوازی و سخنرانی اول نمره هستن. هر کسی به شکل از اشکال در یک بخش از زندگی خود موفق و کامیاب است، لکن
الله جل جلاله در این آیت شریفه بر ما کامیاب‌هایی را معرفی میکنه که در نزد الله سبحانه و تعالی کامیاب هستند. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ که قد افلح، یقینا کامیاب شدن، المؤمنون مؤمنان. خب هر کس مؤمن است؟ شاید کس پرسان کنه که در کشوری که ما زندگی میکنیم افغانستان، یعنی تقریبا اگر فیصدی بسیار کم که شاید 10 چند شوه اگر غیر مسلمان یا هندو و سیک باشه، دیگه در مجموع 99% و اضافه تر از او کل از اونا مسلمان هستن. پس کل ما کامیاب هستیم، لکن الله سبحانه و تعالی اینا مقید ساخته که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. او مؤمنان که واقعا وقت در عبادت هستن، در نماز هستن، خشوع و تضرع دارن در مقابل الله، مثل صحابه کرام مثل یک درخت خشک قرار میگیرن. خب این میشه انسان در وقتی که سر نماز بحث میکنه این آیت شریفه این قسمتش تشریح کنه، لکن بعد از این میگه که والذین هم عن اللغو معرضون. و دیگه انسان‌های کامیابی که در محفل خود کامیاب هستند، در خوشی خود کامیاب هستند، در مجالس خود کامیاب هستند، در عروسی و ولیمه خود کامیاب هستند، در مجالسی که به خاطر خوشی او مجلس دایر میکنن. اینی کدام مردمای کامیاب هستن؟ الله سبحانه و تعالی میگه که یعنی برادرای عزیز، از دیدگاه شریعت اسلام خوشی و محفل گرفتن نه تنها ناروا نیست بلکه مستحب و سنت است، و بخصوص در صورتی که در محفل عروسی ولیمه سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است. پس اشتراک در مجالس و در دعوت حتی یکی از واجبات بالای مسلمانایی است که وقتی یک مسلمان دعوت میشه اجابت دعوت بکنه. پس رفتن به دعوت، مجلس خوشی، مجلس ولیمه، مجلس غذا خوردن، این مجالس که در او اسراف و تبذیر و در اونجا منکرات نباشه، رفتن به این مجالس و لبیک گفتن به اتو دعوت، این علما میگن واجب است. خب به هر صورت یعنی در مجالس اشتراک کردن، خصوصا در مجالس خوشی اشتراک کردن که در او منکرات نباشه و اسراف و تبذیر نباشه، این سنت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است. و خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در ولائم، در ولیمه ها، مجالسی که به خاطر عروسی گرفته میشد و یا هم در مجالس دیگی که دعوت میشد حضور پیدا میکرد. لکن نقطه دقیقی که برای یک مسلمان بسیار مهم است و این است که الله سبحانه و تعالی بر ما میگه که والذین هم عن اللغو معرضون. اینجا از کسانی که از لغو اعراض میکنن. لغو چی هست؟ یعنی انسان مسلمانی که در خوشی خود کامیاب هست و میتونه در روز قیامت به الله جل جلاله سند پیش بکنه که پروردگارا ما واقعا با تو محبت داشتم، پروردگارا واقعا ما در این مجلس خوشی خود را فراموش نکردیم. امی کسایی هستن که در مجلس خوشیشان لغویات نیست، چیزهای بیهوده نیست، موسیقی های مبتذل و غلط نیست، ساز و رقص و پایکوبی و کارها و شعرها و ابیات نیست که در اونجا معصیت الله و رسولش باشه. پس لغو چی هست؟ لغو اینمی موسیقی هست. لغو چی هست؟ اینمی دول و طبله و سرنای هست. لغو چی هست؟ اینمی سرنای و سارنگ است که متاسفانه یکی از علامات گمراهی است که بسیاری اوقات این لغویات حتی در احکام دین داخل میشن و بسیاری کسا این موسیقی و ساز در عبادت خود داخل میکنن. و این به خاطر از این بعید نیست که قریشی ها که پیروان ابراهیم و اسماعیل بودن علیهم السلام، علت گمراهیشان امی بود که
در مجالس خود و حتی در عبادتهای خود چکچک و اشپلاق و این چیزها را داخل کردن. پس الله جل جلاله بر ما میگه که تو مسلمان چطور میتونی بگویی من کامیاب هستم؟ تنها کامیابی تو این نیست که در جنازه تو قرآن بخوانی، تنها کامیابی تو این نیست که در فاتحه تو قرآن میخوانی و در وقتی که یک کس فوت بکنه قرآن بخوانی. نه، بلکه کامیابی تو وقتی است که در مجالس خوشیت، در جایی که اونجا تو خوش هستی، غذای خوب داری، خنده میکنی، در اون لحظه الله را فراموش نکنی و از لغویات دوری بکنی. که الحمدلله رب العالمین در مجلس امروزی ما و شما میبینیم که این برادر ما انجینیر صاحب محترم حاجی صاحب ذبیح الله الحمدلله شخصیت متدین هست که حتی بسیاری اوقات من مثالای از این را در بسیار جای ذکر میکنم و در پوهنتون در درسای خود ذکر میکنم. حتی یکی از روزا برای من زنگ زد، گفت استاد خوشخبری. من گفتم چی خوشخبری است؟ گفت ما در آلمان هستم و گفت در آلمان کشیش ها روز به روز مجبور میشن کلیسا را میفروشن، کشیشا کلیسا را میفروشن و این کلیساهای کشیشا در کشورهای اروپایی وقتی که فروخته میشن به عوض از این کلیساها یا اوتل ساخته میشه که در اونجا شراب نوشی و گپا میشه. خب کلیسا از بین رفت. و یا ای که مسلمان ها پیسه جمع میکنن، کلیسا را خریداری میکنن و او را دوباره ترمیم میکنن، به یک مسجد مبدل میشه. و امروز یکی از گزارشاتی که برای من رسید که یک عالم امریکایی نوشته کرده، میگه در جنوب فرانسه فعلا 1000 مسجد ساخته شده که بیشتر از 500 این مساجد کلیساها بوده که کشیش ها مجبور شدن، مفلس شدن، علاقمند ندارن، به این خاطر کلیساها فروخته میشن و به عوض از این مسلمان ها در فرانسه کلیساها را خریدن و به مساجد مبدل کردن. ولی الحمدلله رب العالمین امی قسم که در فرانسه 1000 مسجد در جنوب فرانسه ساخته شده، شما فکر بکنین که در هر مسجد از این چقدر فامیلای مسلمان هستند که باز این مساجد نماز میخوان. اگر در هر مسجد از این مثلا 100 خانه باشه، شما فکر بکنین که 1000 ضرب 100 بکنین، یعنی 100,000 خانواده مسلمان اونجا تشکیل میشه. پس توجه مردم بر اسلام روز به روز زیاد شده میرن و توجه مردم از کمونیسم، از نشنالیسم، قوم پرستی، از سکولاریسم لادینی و بیدینی، از دموکراسی دروغی که تمام روز در او بجز از فحشا و منکرات و توهین و تحقیر ادیان و کتاب‌های آسمانی و پیغمبرانه است، بالاخره مردم از این نظام ها روز به روز خسته شده میرن و توجهشان زیادتر به طرف اسلام است. امروز جوانای ما اکثریت وقتی که من در پوهنتون میرم میبینم که جوانا با وجود از اینکه ریششان کل است، با وجود از اینکه پتلون کوبای پوشیده اند، لکن میبینیم که از ساعت 12 و 10 دقیقه نمازهای جماعت شروع میشه تا و ساعت 7 وجه که معلمین رخصت میشن، بردبر در هر پوانزه نماز جماعت در دالیزها، در زینه ها، در مپایان زینه ها دختر و پسر رو به طرف دین آوردن و طبقه روشن فکر ما طرف دین رو آوردن. برعکس از این وقت گپ از عروسی اسلامی میشه، امی عروسی اسلامی را مفهومش کی میفهمه؟ مثل حاجی صاحب ذبیح انسانهای روشن فکری که ولو در غرب زندگی کردن و دیدن که موسیقی و ساز و رقص و شهوات چند چیزی هستن که نمیتونه انسان بر شخصیت بتن، شخصیت انسان از بین میبرن و خطرناکترین و بدترین چیزی که گناه بر انسان میکنه وی است که گناه انسان شخصیتش به زمین میپرته. از این خاطر شاگردای صنف 7 و 8 مکتب هم به طرف دین رو آوردن، شاگردای صنف 10 و 11 و 12 لیسه ها اینا هم به طرف دین رو آوردن، مؤثرین پوهنتون هم به طرف دین رو آوردن، جوانا و موسفیدا هم به طرف دین اسلام رو آوردن و این است که ان شاء الله تعالی امی اساس خوشبختی و بیداری ملت ما، ملت افغانستان است که با وجودی که اینجا دشمنای اسلام میلیاردها دلار به خاطر گمراهی جوانا و نوجوانا و زنا و دخترای ملت ما مصرف میکنن، باز هم
کسایی را که اونا تصور میکردن که اگر یک تعداد افغانا برن به اروپا و در اونجا زندگی بکنن شاید شخصیت و هویت اسلامی خود کاملا فراموش بکنه. ولی ما میبینیم که این محفل امروزی یکی از دلایلی است که الحمدلله ولو که مسلمانای افغانستان در استرالیا هستند، ما عروسی اسلامی از جوانای مسلمانی که در استرالیا بودن اونا هم علاقمند عروسی اسلامی بودن. از امریکا هم چند روز پیش یک کسی بر ما زنگ زد گفت استاد ما با کابل میایم و ان شاء الله عروسی بچی ما با عروسی اسلامی میگیریم، خواهشی می است که شما هم تشریف برین. ما گفتم به سر چشم ان شاء الله تعالی. ای آجی صاحب ذبیح الله از جرمنی آمده، او هم عروسی خود اسلامی گرفته. یعنی ببینین که مسلمان‌ها در کل دنیا بیدار میشه، مسلمانای تحصیل کرده، جوانای تحصیل کرده، انسان‌های دیپلمات، انجینیر، دکتر، پروفسور و شخصیت‌های بزرگ هم در غرب کسایی که غیر مسلمان هستن مسلمان میشن و کسایی که مسلمان هستن هنوز قوت بیشتر، توجهشان بیشتر به اسلام است. و ما امیدوار هستیم که الله جل جلاله ما را توفیق نصیب بکنه که این بیرق اسلام، بیرق لا اله الا الله را اول در کاخ ریاست جمهوری افغانستان برافراشته بداریم که روزی که یک خارجی و یک غلام خارجی در افغانستان نباشه و همین بیرق لا اله الا الله را در قصر، بالای قصر سفید و بالای قصر که در شوروی و مسکو است، در اینجا هم بیرق اسلام بالا شود در کرملین و بالاخره ما یک جهان با امنیت، جهان با سعادت، جهان اسلامی داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.